نسخه 2020 نرم افزار سالید ورکس هست. توی این دوره ما با این نسخه از نرم افزار کار میکنیم. یک سری مزایایی داره این نسخه نسبت به نسخه قبلیش، این که یک سری آموزش های حین استفاده به شما میده و کار کردن با ابزارهای نرم افزار رو یک مقداری برامون راحت میکنه. برای دانلودش هم میتونید به سایت های حالا دانلود ایرانی مراجعه کنید و نرم افزار رو دانلود بکنید. پیشنهاد من اینه که از سایت صاف 98 دانلودش بکنید، چون که اونجا یک فیلم برای آموزش نحوه کرک کردن نرم افزار رو هم گذاشته و راحت میتونید کرک رو انجام بدید و بدون مشکل نرم افزار رو نصب کنید. حالا اگر هم مشکلی داشتین در حین نصب میتونید به من پیام بدین، من راهنماییتون میکنم. خب بریم و شروع کنیم. خب این صفحه اول نرم افزار سالید ورکس هست. قبل از اینکه ما یک پروژه رو ایجاد بکنیم، برای ایجاد پروژه میایم و از منوی فایل گزینه نیو رو کلیک میکنیم. این پنجره برامون باز میشه و از ما میخواد که از بین سه محیطی که این نرم افزار داره انتخاب بکنیم که در کدوم محیط میخوایم طراحیمون رو انجام بدیم. ما توی این دوره آموزشی، چون دوره مقدماتی هست، بیشتر کارمون حول محور این محیط هست، محیط پارت. با محیط اسمبلی و دراوینگ هم در آینده شاید یک مقداری خیلی جزئی آشنا بشیم، ولی خب همونطور که گفتم بیشتر کار ما با محیط پارت هستش. خب برای باز کردن پروژه‌مون روی گزینه پارتش کلیک میکنیم و اوکی رو میزنیم. به این شکل برای ما محیط پارت باز میشه و میتونیم طراحیمون رو شروع کنیم. یک توضیحی من قبلش بدم. ببینید ما وقتی که میخوایم یک قطعه رو طراحی بکنیم، همونطور که میدونید میتونیم از سه نما به این قطعه‌مون نگاه بکنیم. یک نمای روبرو داریم، نمای بالا داریم و نمای کنار یا جانب. توی نرم افزار هم به همین شکل هست، یعنی شما میتونید از هر سه نما، این نمای فرانت، نمای تاپ و رایت، میتونید طراحی قطعتون رو شروع کنید. روش کلی کار هم اینطور هست که شما یک نما رو انتخاب میکنید و جسمتون رو از اون نما رسم میکنید و بعدش میتونید به اون نقشه دو بعدی که از یک نما کشیدید بیاین و بعد بدیم و حجم بهش بدیم. بعدش میتونیم حالا انگار جزئیات بیشتری هم به شکل بدیم که در آینده باهاش آشنا میشیم. توی این جلسه من میخوام که بهتون ابزارهای اولیه رسم یک طرح دو بعدی یا اصطلاحاً اسکچ که در این نرم افزار بهش اسکچ گفته میشه رو بهتون آموزش میدم در حد مقدماتی و خب جلسه های بعد میریم سراغ حجم دادن و حالا رسم یک سری اسکچ های پیشرفته تر. خب برای شروع کارمون میایم و یکی از این سه صفحه فرانت، تاپ و رایت رو انتخاب میکنیم. با عنوان مثال من میخوام جسمم رو از نمای فرانت شروع بکنم به طراحی کردن. روی فرانت پلین میزنم و میام از این ابزارها شروع میکنم استفاده کردن. همونطور که میبینید این شکل ها رو ما داریم که میتونیم رسم کنیم، خط و دایره و خطای منحنی و انواع اقسامش اشکال هست که میتونیم استفاده کنیم. میبینید مثلا شما روی هر کدوم از این ابزارها که میرید میبینید که یک به صورت انیمیشنی براتون نمایش داده میشه که چجوری میشه از این ابزار استفاده کرد. خب من میام روی گزینه لاین کلیک میکنم، صفحه فرانت جسمم به دید من عمود میشه تا بتونم نقشه دو بعدیش رو شروع کنم به رسم کردن. همونطور که توی اون آموزش انیمیشنی هم دیدین، ما با کلیک کردن روی یک نقطه از تصویر میتونیم از اون نقطه خطمون رو آغاز بکنیم. خب من برای اینکه یک خط رو رسم کنم به دو تا نقطه احتیاج دارم. نقطه اول رو که مشخص کردم، نقطه دوم رو هر جایی از صفحه که لازم داشته باشم میتونم بزنم. همونطور که کنار موس هم دیده میشه، ما یک عددی کنار موس میبینیم که اون ابعاد خطی هست که ما داریم رسم میکنیم. یعنی الان ابعاد این خط 59.81 میلیمتر هست. من اگر اینجا کلیک بکنم این خط من برام رسم میشه. خط بعدی رو از ادامه نقطه پایان خط قبلی میاد برامون رسم میکنه. میتونیم در یک نقطه دیگه اون رو قرار بدیم.
برای اینکه خارج بشیم از این محیط و از ابزار لاین، گزینه کلید اسکیپ رو از روی کیبورد میزنیم و از اون حالت خارج میشه. حالا میام یه خط دیگه هم اینجا مثلا رسم میکنم به این شکل. ببینید ما هر شکلی و هر قطعه‌ای که در نرم افزار رسم میکنیم میتونه یک سری شرایطی داشته باشه. یعنی بهش میگیم که این خط باید دارای چنین ویژگی هایی باشه. یعنی ما خطی با چنین ویژگی هایی لازم داریم. این ویژگی ها رو میتونیم به نرم افزار بدیم که چیا باشن. به عنوان مثال من میخوام به این خط بگم که میخوام این خطم عمودی باشه. روی خطمون کلیک میکنم، در این قسمت سمت چپ توی قسمت Add Relations میام میزنم که این خطم میخوام ورتیکال یا عمودی باشه. میبینید که خط به شکل عمودی در اومد و یک گزینه این یک گزینه کنارش اومد، به این معنی که این الان عمودی هستش. خب میتونیم بعد اگر اون قید یا شرایطی که براش در نظر گرفتیم مورد نظرمون نبود، روی اون شکلش کلیک میکنیم و گزینه دیلیت رو از روی کیبورد میزنیم و دیگه اون قید رو نداره. یعنی ما میتونیم زاویه‌اش رو تغییر بدیم و عمودی نباشه. حالا برای اینکه مشخص تر بشه من دوباره این گزینه ورتیکال رو میزنم و ببینید من الان دیگه نمیتونم از حالت عمودی خارجش کنم، فقط میتونم ابعادش رو در همون راستای عمود تغییر بدم. خب این رو من حذفش میکنم. خب ببینید کار دیگه که ما میتونیم بکنیم اینه که یک سری روابطی رو بین دو تا خط یا بین دو تا جسم، به حال دو تا قطعه از تصویرمون یک روابطی برقرار بکنیم. این کار چجوری انجام میشه؟ من میام روی یک خطم کلیک میکنم، روی خط دو کلید کنترل رو از روی کیبورد نگه میدارم و روی خط دومم کلیک میکنم. به این صورت دو تا خط من الان انتخاب شده. توی این قسمت Selected Entities هم شما میبینید که دو تا خط براتون اینجا لیست شده. حالا میبینید که گزینه‌های بیشتری من اینجا دارم برای اینکه بتونم ریلیشن یا قید و شرایطی رو برای این دو تا خط ایجاد کنم. خب ورتیکال و هوریزونتال رو که قبلش هم داشتیم که میاد خط هامون رو برامون عمودی یا افقی میکنه. چند تا گزینه دیگه اضافه شده. توی این گزینه کلینیر ما میتونیم خطها رو در امتداد هم قرار بدیم. من الان روی این کلیک میکنم که شما ببینید که دو تا خطمون اومدن و در یک راستا قرار گرفتن. یعنی من اینو هر جور هم که به چرخونم و عوض کنم جاشو، این دو تا خط همیشه در راستای هم قرار میگیرن. خب من یک کنترل زد میزنم که بریم بقیه ریلیشن ها رو امتحان بکنیم. خب ما ممکنه که بخوایم این دو تا خطمون، من دوباره اینها رو انتخاب کنم. ببین انتخاب رو میتونید با درگ کردن هم انجام بدید. باز دوباره کنترل رو میگیرم، درگ، و این دو تا خط برام انتخاب میشه. ممکنه بخوایم دو تا خطمون بر هم عمود باشن. ما میتونیم این گزینه رو کلیک کنیم و الان این دو تا خط راستاهاشون بر هم عموده. یعنی این خط رو اگر ما امتداد بدیم، این خط دیگه بهش عمود میشه. حالا من برای اینکه بتونیم این رو بهتر متوجه بشیم میارم خط این ورتر که ببینید این خط الان بر اون خط قبلی عمود هستش. کم کوچیکش هم بکنم. ببینید من هر کاری بکنم این از راستای عمود اون خط دیگه تکون نمیخوره. و این یک خط هم اضافه است، پاکش میکنم. خب این هم از این. خب حالا میتونیم بیایم این قید رو هم حذف کنیم، بریم سراغ بقیه ریلیشن ها. یک قیدی داریم به اسم پارالل یا موازی بودن. روی این کلیک بکنیم دو تا خطمون موازی هم قرار میگیرن که خب ساده است این هم. حالا دوباره این قید رو حذف میکنم. یک قید دیگه داریم به اسم ایکوال بودن. من اندازه این رو تغییر میدم که متوجه فرقی که ایجاد میشه بشیم. الان من این دوتا رو انتخاب کردم و روی قید ایکوال میزنم و میبینید که اندازه این دوتا خط با هم برابر شد. پس این روابطی بود که بین دو تا خط میتونست وجود داشته باشه و ما اونها رو امتحان کردیم.
خب حالا هر خطی هم ما میدونیم که از دو تا نقطه تشکیل شده. نقطه ها هم میتونن با نقطه ها و یا خط ها روابطی داشته باشن. خود یک نقطه به تنهایی رابطه خاصی براش تعریف نمیشه، اما یک نقطه نسبت به یک خط یا یک نقطه دیگه میتونه ویژگی هایی داشته باشه. مثلا من الان این نقطه رو انتخاب میکنم و این خط رو. میبینید که ما دو تا گزینه داریم. اگر من روی مید پوینت کلیک بکنم، نقطه من میاد به مرکز خطی که انتخاب کردم میچسبه و روی مرکز اون خط قرار میگیره. میبینید که این الان مرکز اون خطی بود که ما انتخابش کرده بودیم. حالا من کنترل زد میزنم، این قید مساوی بودن رو هم فعلا برمی‌دارم. دوباره نقطه‌ام رو انتخاب میکنم و خط دیگه رو انتخاب میکنم با کلید با نگه داشتن کنترل و این دفعه میزنم روی گزینه کوینسیدنت. وقتی کوینسیدنت میزنیم فقط نقطه ما با خط تماس پیدا میکنه. برامون دیگه مهم نیست که در چه نقطه‌ای از خطمون قرار میگیره، فقط میدونیم که تماس داره با اون خطی که انتخاب کردیم. خب دوباره برمیگردیم. حالا ببینیم که دو تا نقطه نسبت به هم چه ویژگی هایی میتونن داشته باشن. الان من این نقطه از این خط رو انتخاب کردم و این نقطه رو. خب سه تا ویژگی اضافه میشه و میتونیم از اونها استفاده بکنیم. قید هوریزونتال به این معنیه که این دو تا نقطه میان در راستای افقی هم قرار میگیرن. من این رو میزنم که شما ببینید. ببینید الان این دو تا نقطه‌مون در یک راستا در خط افق قرار میگیرن. یعنی من اگر این رو تکونش بدم میبینید اندازش بزرگ میشه ولی باز خودش رو در اون راستا حفظ میکنه. یا اگر من این رو بالا ببرم، این نقطه رو بالا ببرم، اون طول خودش رو زیاد میکنه تا بتونه در راستای افق این نقطه قرار بگیره. این به این شکل. قید دیگه ای که داریم قید ورتیکاله، یعنی در راستای عمود هم قرار میگیرن. رو هم ببینیم، میبینید که در یک راستا در راستای عمود هم قرار گرفتن. من این دو تا رو هر چقدر هم تکون بدم در همون راستای عمودی هم میمونن. قید بعدیمون، من قید قبل رو پاک بکنم. قید بعدی ما قید مرج هست. قید مرج میاد این دو تا نقطه رو با هم میکس میکنه و به هم میچسبونه. دو تا نقطه با هم یکی میشن و میبینید که خب همین دلیل خطامون هم میان به هم میچسبن. این هم یک از دستورهای کاربردی هست که در آینده باهاش بیشتر حالا آشنا میشیم. پس دیدیم که هر قطعه‌ای در نرم افزار میتونه با قطعات دیگه یک سری قیدها و شرایطی داشته باشه تا نقشه ما تبدیل به نقشه‌ای بشه که ما نیازش داریم. خب بریم سراغ بقیه اشکال. میایم یک دایره میکشیم. برای رسم دایره نرم افزار دو تا راه رو به ما پیشنهاد میده. همونطور که میبینید این دو تا مسیر هستن. توی شکل هم اتفاقا به ما نشون میده که ما چجوری میتونیم اینها رو رسم بکنیم و روشش به چه شکله. میبینید این نقطه اول رو گذاشته شماره 1، میگه شما اول میایید مرکز دایره‌تون رو انتخاب بکنید و توی نقطه دوم بیاید و شعاع دایره‌تون رو مشخص کنید. من الان روی یک نقطه‌ای که میخوام کلیک میکنم، این میشه مرکز دایره‌ام، نقطه اول، و حالا نقطه دوم رو هر جا بذارم میتونم با اون طول شعاع دایره رو مشخص بکنم. مثلا اینجا میذارم شد دایره‌ای به مرکز نقطه اول و به شعاع نقطه دوم. خب این یک روش هست برای رسم دایره. من این رو پاک کنم صفحه شلوغ نشه. دوباره من روی دایره میزنم و روش سوم میگه که شما بیاید 3 تا نقطه به من بدید و من از اون 3 تا نقطه براتون یک دایره رسم میکنم. همونطور که میدونید با هر 3 نقطه‌ای در فضا ما میتونیم هر 3 نقطه‌ای که موازی هم هر 3 تاشون در یک راستا نباشن میتونیم یک دایره رسم کنیم. به این شکل من میذارم این نقطه و این نقطه، میاد برام یک دایره که از این 3 نقطه عبور میکردن برامون میسازه. خب من حالا این رو هم باز پاک میکنم. این هم از این. حالا یک سری قیودی داریم که بین دایره و خط هستن. من برای اینکه این قیود رو بیارم دایره رو انتخاب میکنم و با کنترل خطم رو هم انتخاب میکنم.
میبینید که دو تا قید برای من اینجا اضافه میشه. قید تانژانت میاد به من میگه که این خطم رو بر دایره مماس بکن و میبینید که اینجا مماس کرد و علامتش رو هم گذاشت که یعنی این خط بر این دایره مماسه. کنترل زد بزنم، دوباره میام حالا اینها رو انتخاب میکنم برای قید بعدی. ببینید این قید میاد محیط این دایره رو برابر قرار میده با طول این خطمون. یعنی حالا من اینو بزنم که متوجه بشید، این رو زدم میبینید که دایرم کوچیک شد. چه اتفاقی یعنی میفته؟ یعنی شما اگر این خط رو بردارید و خمش کنید و تبدیل به دایره بشه، محیطش با محیط این دایره‌ای که به وجود میاد برابر میشه. این هم از این. حالا این قید رو هم من حذف میکنم. یک دایره دیگه من رسم بکنم که قیدهای بین دو تا دایره رو ما ببینیم چیا هستن. خب دو تا دایره‌ام رو دوباره با استفاده از کنترل انتخاب میکنم. ببینید ما باز دوباره چند تا قید داریم. قید کوردیان چی کار میکنه؟ میاد شعاع دایره هام رو با هم برابر میکنه و اون دوتا رو روی هم قرار میده. این قید یک مقدار قید کم کاربردتری هست نسبت به بقیه قیدها. قید تانژانت رو ما توی خط و دایره هم داشتیم، میاد دو تا دایره رو نسبت به هم مماس میکنه. میبینید که در این نقطه به هم دایره هامون مماس شدن. قیدش رو من دوباره پاک بکنم. خب دوباره انتخاب میکنم دایره هامو. من یک اندازه‌شو بزرگتر بگیرم که متوجه بشید. دوباره میام دایره ها رو انتخاب میکنم. ببخشید، این دایره و این دایره. ببینید شما وقتی که من اومدم این مرکز رو گرفتم، وقتی که مرکز رو شما انتخاب میکنید اون مرکز رو به عنوان یک نقطه میشناسه و بعد دیگه ممکنه قیدهای که بین دو تا دایره هست رو برای شما نشون نده. خب حالا من دو تا دایره‌ام رو انتخاب کردم، میام میزنم روی گزینه کوسنتریک. میبینید که هم این دو تا دایره‌مون اصطلاحاً هم مرکز شدن و مرکزشون روی هم قرار گرفت. میبینید من این مرکز رو جابجا میکنم، همشون با هم تغییر میکنن. خب باز دوباره قید رو پاک میکنم. اینا رو هم نمیشه از هم جداشون کرد. با کنترل زد برمیگردم. خب بریم سراغ بقیه قید هامون. قید ایکوال خب به همون معنی مساوی بودن رو میده، یعنی میاد شعاع این دایره هامون رو با هم برابر میکنه. بزنم که ببینید به این شکل شعاع دایره ها با هم برابر میشه و این هم مثل همونه و تقریبا در بین دو دایره مثل ایکوال عمل میکنه و طول کمان هاشون با هم برابر میشه. خب این هم از قیدهایی که بین دو تا دایره وجود دارن. بسیار خب بریم سراغ بقیه ابزارهایی که اینجا داریم. ابزار بعدیمون چارزلی هست. میبینید که ما به 5 روش میتونیم چارزلی هامون رو رسم کنیم. خب این مثلا روش اولش میگه که شما دو تا گوشه این چارزلیتون رو مشخص بکنید تا من به اون براتون رسم کنم. من نقطه اول اینجا زدم، این هم نقطه دوم و خب به همین شکل به سادگی برام شکلم رو رسم کردم. گزینه دومش به این شکلی میگه شما مرکز دایره‌تون، مرکز چارزلیتون رو برای من مشخص کنید و نقطه دوم هم یکی از گوشه ها باشه. خب به این شکل من میتونم ابتدا مرکز رو کلیک کردم و بعدش هم میتونم یک گوشه رو انتخاب کنم و شکلم اینطوری برام رسم میشه. روش بعدی هم هستش، میتونید یکی یکی اینها رو امتحان کنید، کاری نداره، اینها مشخص هست که باید چی کار بکنید. یعنی روی شکلش توضیح داده، گفته 1 2 3 اینها نقاطتون رو مشخص کنید. من این مستطیل رو براتون مثلا رسم میکنم و خب میتونید اینها رو با هم امتحان کنید و ببینید که به چه شکل رسم میشه. یک ابزار دیگه‌ای که بسیار بسیار مهم و پرکاربرد هست برای ما، ابزار
آرک یا کمان هست. خیلی جاها لازم میشه که ما بیایم یک کمان رسم کنیم. ببینید من خب برای کمان هم اینجا برای ما 3 تا روش پیشنهاد داده که گفته میتونید کمانتون رو رسم بکنید. روش اولش اومده گفته شما اول مرکز رو انتخاب بکنید. باید من یک توضیح هم بدم قبلش. شما هر کمانی که ما ببینیم، یعنی هر کمانی یک بخشی از یک دایره کامل به حساب میاد. یعنی خود دایره در اصل یک کمان 360 درجه است. حالا هر کمانی که ما داشته باشیم یک بخشی از دایره به حساب میاد و اون دایره یک مرکز و یک شعاعی داره. توی این مرحله اول به ما میگه که شما نقطه اولتون رو بذارید مرکز دایره‌ای که میخواد کمانش کشیده بشه. یعنی این نقطه‌ای که من گذاشتم میشه مرکز کمانم. بعد میگه که بیاین شعاعش رو مشخص بکنید. به این شکل من شعاع رو مشخص کردم و بعدش میام میگه که مقدار زاویه‌ای که میخوایم به کمان بدین رو مشخص کنید. مثلا حالا اون کنارش میبینید که زاویه رو هم نوشته 60 درجه، 90 درجه و غیره. من الان این کمان رو رسم کردم. میبینید این فاصله از این نقطه تا کمان هم میشه شعاع دایره‌ای که شامل این کمان است. خب روش های دیگه هم هستش، مثل این دومیه. مثلا برای ربط هایی به کار میره که ما میخوایم کمان هایی رسم کنیم که بر امتداد یک خطی مماس باشه. ببینید به عنوان مثال من الان این گزینه انتخاب کردم. این گزینه رو انتخاب کردم، میخوام در ادامه این خط یک کمان رسم کنم. ببینید به چه شکل میاد. مثلا میزنم اینجا. ببینید الان این کمانی که رسم شد در امتداد این خط، یعنی این خطی که ما اینجا داریم، اگر بیام این کمان رو یک دایره کاملش رو رسم بکنم میبینیم که این خط بر دایره مماسه. که خب این هم کاربردهای خودش رو در جاهای خاصی داره و در ادامه این رو خواهیم دید. روش دیگه برای رسم کمان هم اینه که بیایم 3 تا نقطه از فضا رو بهش بدیم و اون یک کمان از این 3 نقطه برای ما عبور میده. بسیار خب، این هم ابزار مهمی بود که حتما باید کار باهاش رو یاد داشته باشیم. اینها هم شکل‌های گوناگونی هستن که ما میتونیم بکشیم، مثل بیزی، یک بخشی از بیزی و سایر شکل‌های که ما داریم. یک مقدار اینها کم کاربردتر هستن، ولی خب به هر حال بعضی جاها کاربرد خودشون رو دارن، با اونها من فعلا کاری ندارم. یکی از شکل‌های دیگه کاربردمون اسلات هست. من یک مقداری صفحه رو خلوت بکنم. خب میریم روی اسلات کلیک میکنیم. برای اینکه شکل اسلات رو ببینید من اول یک دونه رسم میکنم که شما با شکل اسلات آشنا بشید. اسلات 2 تا نیم دایره هست که این 2 تا نیم دایره توسط 2 تا خط موازی به هم متصل شدن. به این شکل هستش. خب حالا برای اینکه ما یک اسلات رسم بکنیم 2 تا روش برای اسلات های موازی و 2 تا روش برای اسلات های زاویه دار برای ما پیشنهاد میده. خب روش اولش این دیگه. باز دوباره اگر روی شکل دقت بکنید میبینید که شماره گذاری کرده 1 2 3. یعنی شما اول میایید مرکز نیم دایره اولتون رو انتخاب میکنید، بعد مرکز نیم دایره دوم و بعد هم شعاع نیم دایره ها رو میایید بهش میدید. ببینید من نقطه اول رو اینجا کلیک کردم، نقطه دوم اینجا، این 2 تا نقطه شدن مرکز نیم دایره ها. حالا میام بهش شعاع میدم به این شکل و اسلات من اینطوری رسم میشه. این روش دیگه به این شکلی که شما میایید ابتدا نقطه مرکز نکنید، این 2 تا اگه دقت کنید این وسطش یک نقطه مشخص کرده برای ما. میگه شما میتونید بیاین اول اون نقطه رو به من بدین. اول اون نقطه رو میدیم، بعد میایم روی یکی از مراکز نیم دایره ها کلیک میکنیم و بعدش شعاع میدیم به این شکل. موارد بعدی به این شکل هست که خب اینها میبینید زاویه دار هستن، یعنی اسلات های زاویه دار ما هستن. برای رسم
اسلات های زاویه دار، خب ببینید دوباره روش داده به ما. در اصل اسلات های زاویه دار به این شکل هستن که به جای اینکه این خط صاف باشه، یک خط افقی عمودی یا یک خط صاف باشه، این خط تبدیل به یک کمان میشه. حالا اون کمان هم مثل قبل میدونیم که یک مرکز و یک شعاعی داره. حالا تو روش اول میگه شما بیاین نقطه اولتون رو بذارید مرکز یک نیم دایره. بذارید من اینها رو باز دوباره خلوت بکنم، دوباره اسلات و این میگه نقطه اول مرکز یک نیم دایره باشه، نقطه دوم مرکز نیم دایره دوم، نقطه سوم باشه نقطه مرکز کمان و با نقطه چهارم هم شعاع نیم دایره های اسلاتمون رو مشخص میکنه. پس نقطه اول مرکز نیم دایره اول، نقطه دوم مرکز نیم دایره دوم. اینطوری میتونیم کمانمون رو مشخص کنیم به چه شکل باشه و بعدش میتونیم شعاع اسلاتمون رو بهش بدیم. به این شکل برای ما اسلات زاویه دارمون رسم میشه. همونطور که میبینید این نقطه هم که برای ما مشخص شده مرکز کمان اسلاتمون هست. در این روش بعدی رسم میبینید که گفته اول همین نقطه رو برای ما مشخص کنید. یعنی ممکنه که ما بخوایم اول اون مرکز رو مشخص بکنیم، بعد بیایم مراکز نیم دایره هامون رو بدیم و بعدش هم شعاع رو مشخص بکنیم. ببینید من ابتدا مرکز رو مشخص میکنم، مرکز نیم دایره اول، مرکز نیم دایره دوم و بعد هم شعاعش. به این شکل پس میتونیم اسلات های زاویه دار رو هم رسم بکنیم. در این قسمت ما میتونیم چند ضلعی ها رو رسم بکنیم. این عددی که اینجا میبینید تعداد اضلاع شکلی است که رسم میشه. به عنوان مثال 6 ضلعی رو داریم. من اینجا ابتدا مرکزش رو مشخص میکنم و بعدش میام میبینید که ابعاد حالا چند ضلعی که انتخاب کردم رسم میشه. این شکل دوباره من رسم کنم، ببینید به این شکل است. خب حالا ما میتونیم بیایم و این رو خب بیشترش بکنیم یا کمترش بکنیم. مثلا میذارم 10 ضلعی، میبینید برای من 10 ضلعی رسم میکنه به این شکل. خب این هم از این. خب یک مورد دیگه هم هست که مهم هست و من باید اینو بهتون بگم. اینها رو پاک میکنم که صفحه خلوت تر بشه. ببینید ما به عنوان مثال یک مستطیل داریم. بعضی جاها، یعنی در از خیلی جاها این موردی که میگم خیلی پرکاربرد هست. خیلی جاها ما لازم داریم که لبه های تیزمون رو تبدیل به یک لبه های گردی بکنیم. این کار رو با استفاده از این ابزار اسکچ فیلت انجام میدیم. ببینید ما میایم روی اسکچ فیلت کلیک میکنیم. میخوایم به جای اینکه این لبه تیز باشه بیاد برامون گرد باشه، یعنی یک کمان به یک کمان تبدیل بشه. برای این کار پس میایم روی اون گوشه‌ای که میخوایم تبدیل به کمان بشه کلیک میکنیم. روی گوشه کلیک میکنیم و بعد شعاع اون کمانی که میخوایم رو بهش میدیم. به عنوان مثال برای اینکه بهتر دیده بشه من اینو میدم 25. اینتر میزنم و میبینید که این پیشنمایشش رو به من نشون میده که میگه این شکلی در میاد. حالا اگر خواستم زاویه این ابعاد رو تغییر میدم، مثلا میذارم 50، یا بعدش اگر خوب بود که این تیکش رو میزنم و میبینید که این برای من لبش گرد میشه. حالا از اینجا خارج که بشم میبینید برای من ابعادش رو هم مشخص کرده و گفته که این کمانی که اینجا زده شده ابعادش 50 میلیمتر هست. خب کار ما توی این قسمت تموم شده. توی این قسمت من بهتون یاد دادم که چجوری از ابزارهای اسکچمون استفاده بکنیم. گفتیم که اسکچ رو برای یک طرح‌های دو بعدی ما میایم استفاده میکنیم و بعداً میایم به اونها حجم میدیم تا شکلمون و قطعمون ساخته بشه و بعداً تغییرات دیگه‌ای هم روش میتونیم اعمال بکنیم. پس با این ابزارها آشنا شدیم و انشالله در قسمت‌های بعدی میریم سراغ حجم دادن به شکلامون. امیدوارم که این قسمت به دردتون خورده باشه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.